سلامت شما، خوش اومدید به یه ویدیو جدید دیگه از چنل سیبلک. بعدین با پارت 2 گیم بازی کردم. نمیده چندم برام خوب شروع کنم بریم که داشته باشیم. این همه تبلیغ باندای چی باند پستنم ها حالا قبل شدیم ما. وی حال کردید تا اینجا رفته بودم. دیگه بچه دیگه چه خبر؟ خوانه چجی اونو بپرم حروم زاد حال کردید زنمونو گاهید با ترون بید اینقدر تبلیغ کرد گایده شدیم. چرا اینقدر صورتمون کمه؟ خب حروم زاده اینجا این خارکسته صورتو کم میکنه ولی زیاد میکنه کشیدم تو سازم. چی کار کنم خب الان؟ دوی پریدم من چه بازی خیلی واه منطقی به شدت منطقی تخمیه. وی داشتم بلده ها. اینجا یه تیره هستش خودی بگاره کیرم تو مغزت. سازنده رو نگاه، این سازنده این بهتر وجود نداره و نمیره اون بالا. آخا اون داره میره اون تو. همیشه هم باز بمیری تو همه جا از لحظه یه تلهی وجود داره. بیا من داره جا به جا میشه. من باید گله پوچ بازی کنم. حروم زاده خود بنام کدوم اصلیه این دفعه؟ چهار میپرمی اینجا پله میخوره. آها خب Sorry for yourself. خون داد به سازنده بازی و گفت بس کن حروم زاده. گفتم میره خوشش شدم بس بدون تحمیل میبرم درست نمی کردم بازم میبرم. خیلی قویم. به به کیرم نهنت. وای اینجا بود لعنت خارتو گاییدم. اینجا یه چیه؟ اسکیپ وقتی میافته رو سرت اون برای تبلیغ این ناموسم بزن تبلیغ میبینه. سازنده تو گاییدم ناموسم. چه مغز قشنگی. وای قشنگ بود. برو فیلم ببین. فیلم نمیشدی؟ خب اینجا چیه؟ خب مثل داشتم وای میسه همین رو مهار میکنه.
خب اینجا چرا تا میخوام حرف بزنم یه انیماس بندازه هر لذت های ما ایرانی ها نمیره آخه یعنی گایدی ما رو با تبلیغ دای اگین بابا بس دیگه خب این میره اون حروم زاده خوبه دوشت پیشبینی میکنه بیا دوباره پیشبینی منه بی به وای もう死んでいる。 منطقیه حروم زاده فهمیدم حالا همه چیزو کس ها خب الان اینجا میرم روی این کس ننه یعنی ایمی هم کلا روی این خب اوکی وقتی میام روی این بعد بیام روی این دوباره وای خب خورد کن تره کسکشو چیدی نباید بیپری روی این دیگه هم نمیاره بس برم بیرون دوباره بیام حسنه ندارم بچه مرسی که در اینجا ویدیو نگاه کردید لایک کنید ساب کنید ناموسن تا یه ویدیوی دیگه